سلام دوستان، امروز قراره با هم کاشت اکسپرس یاد بگیریم. قبل از هر چیز سرسوهان ریموومون رو میذاریم توی دستگاهمون و با شروع میکنیم ناخونمون رو ریموو میکنیم. قد کارمون هم کوتاه میکنیم چون این کاشت خودش قددهی داره. خب نکاتی که برای ریموو باید استفاده بکنید رو بارها گفتم، بازم میگم روی نقطه فوکوس نمی کنید. از سرسوهان درستی برای ریموو کردن استفاده میکنین. قبلش سعی کنید که همیشه سرسوهانتون تمیز باشه. قد کارتون هم میتونید با همین سرسوهان کوتاه بکنید. بعد که ریموو کردید میاید با پوشر چوبیتون کوتیکول ناخون رو قشنگ پوش میدید. این کار رو با صبر و حوصله انجام بدید طوری که قشنگ این کوتیکول ها بره عقب و راحت از زیر کوتیکولتون رد بشه، مثل همینی که داخل ویدیو میبینید. و بعد میاید با سرسوهان اشکی نوار قرمز مانیکور تا انجام میدید. هم از دور راست استفاده میکنی هم از دور چپ. اگه اولین بار که داری ویدیوهای یوتیوب من رو نگاه میکنی سابسکرایب کن، چون دفعه بعد ویدیوی بعدی قراره بهتون کاشت فست فرنچ یاد بدم. همون کاشتیه که ردی تو گو رو که آموزشش رو گذاشتم. این کاشت خیلی ترنده این روزاست. این فست فرنچه. حالا متوجه میشید که چیا رو توش یاد میگیریم. ویدیوی بعدی رو از دست ندید. نیمی میام سوهان میکشم. قشنگ کوتیکول رو از صدف ناخون جدا میکنم. چپ کرده این کار رو هم میکشم. دارید میبینید. هم دور راست میکشید. مهم نیست که دست چپ یا راستید. هر دو تا جهت رو حتما بکشید. بعدم که با سرسوهان کاغذی میام قشنگ سطح کارم رو خشدار میکنم و از پرایمر استفاده میکنم. قبلا دیهیدراتورم رو زدم. از پرایمر استفاده میکنم، پرایمر غیر اسیدی. روخیسی پرایمر هیچ وقت نید بیس نزنید. بعد میام بیسم رو با قلم قشنگ به طور ماساژی اجرا میکنم که بیس قشنگ توی فلس ناخون داخل بره و اینجوری ماندگارش خیلی بالا میره. اینجا میخوام یه مواد لمینت، یه رنگ لمینت درست کنم. لمینت شیریمو میگیرم با لاک ژلی که دوست دارید مخلوط میکنید و یه لمینت رنگی بهتون میده. اگه میخوای حالت مات و گچی باشه که من گچی بیشتر دوست دارم از لمینت شیری استفاده کنید. اگه میخواید حالت شیشه‌ای طور داشته باشه از لمینت کلیر شیشه‌ای استفاده بکنید. برای بیس کارم میام این دوتا لاک ژل و لمینت رو با هم دیگه مخلوط میکنم. قبلش که بیام مواد رو پیاده بکنم رو صدف ناخون نوچی موادم رو میگیرم. با پد و کلینزر رو صدف ناخونم میریزم. این دوتا مواد رو هم قشنگ با هم دیگه مخلوط میکنم. کاشت اکسپرس کاشت خیلی مقاومیه. حالا مثلا فکر نکنید چون قراره زیرش یه لایه لمینت بره یا از 2/3 ناخونمون مواد گذاری میکنیم و اکثرا با بیلدر این کار رو انجام میدن ممکنه مقاومت نداشته باشه. مقاومت داره. اینجا یه نکته بگم، ببینید شما حتما باید شوتتون چه توی لمینت زدن چه توی لاک ژل زدن یه سمتش فقط مواد داشته باشه، یه سمت دیگهش که رو قرار میگیره و شما میتونید مشاهدهش بکنید به هیچ وجه یه قطره رنگ چه لاک ژل چه لمینت نباید روش باشه، چون ممکنه بچسبه به گوشت دستتون و نمیتونید لاک ژل و لمینت تمیزی رو اجرا بکنید. بعد حالا میام یه توپه مواد میذارم وسط ناخون. خیلی سعی میکنم بهش نزدیکش نکنم. بعد با قلم لاینر میام این رو صدف ناخونم پخش میکنم. تا اینجای کار هر سوالی داشتید و اگر فکر میکنید من
طور دیگه فیلم برداری بکنم، طور دیگه توضیح بدم، ایده ای دارید تو کامنت ها به هم بگید تا من خودم رو بهتر بکنم. سوالی هم داشتید بپرسید، من در خدمتتون هستم. حالا میرسیم به قددهی ناخن. شما حتما باید این 4 نقطه رو مشخص بکنید. یکیش همین لبه آزاده، اون نقطه وسطیه، لبه آزاد، اون نقطه بالایی قد ناخونتون هست، قدی که ناخون باید داشته باشه، و 2 ساید وال. میایید 2 ساید وال رو از همون قسمتی که ساید وال شروع میشه تا انتهای کار رو مواد میزنی یه لایه نازک و این رو 10 ثانیه خشک میکنی. بعد که خشک کردی یه توپ مواد از اون قسمتی که قرار بود ناخونتون قد داشته باشه تا اون قسمتی که لبه آزاد ناخونتون هست رو مواد گذاری میکنید و خشکش میکنید. اینطوری کارتون خیلی تمیزتر در میاد. ببینید تا همون لبه آزاد ناخون آورم، بیشتر از اون پایینش نمیارم. قشنگ دیواره ها رو کار میکنم که مواد گذاری بشه، مواد داشته باشه. حالا این میره دستگاه خشک میشه، قسمت پایینش رو میام مواد میذارم، یه توپ مواد میذارم و هرچی که میاد پایین تر محوتر میشه. سعی کنید که اصلا اون 1 میل آخر ریشتون رو اصلا مواد گذاری نکنین. قشنگ این قسمت رو مواد گذاری میکنید. مراقب باشید که اطراف کارتون هم قشنگ مواد داشته باشه. بعد میایید اجراش میکنید روی سطح کارتون. اینجا با یووی خشکش میکنید. دوباره اینجا این کار اصلا نیاز به سوهان کشی یا این چنانی هم نداره. با بافر میزنید، بافر یه خورده زبرتر باشه، بافر میزنید سطح کارتون رو و قشنگ سطح کار رو سعی میکنید صیقلی کنید و دیگه یه سوهان کشی داره. سوهان کشی فرم بادومی هم که بهتون میگم از زیر باید سوهان بکشید و حواستون باشه که ساید وال ها رو از بین نبرید و اینکه هر چقدر سمت راست رو و بعد که سوهان کشیتون تموم شد یه همچین کاشت تمیزی دارید.